ازبک ها کی هستند؟ ازبک ها از اقوام ترک تبار و یکی از 4 قوم بزرگ افغانستان در کنار هزاره ها، پشتون ها و تاجیک ها هستند. اما کمتر درباره آنها صحبت شده است، در حالی که تاریخشان سرشار از فراز و فرود در فرهنگ و دولتمداری است. ازبک ها عمدتاً در شمال افغانستان زندگی می کنند و از قرنها پیش این قوم ترک زبان نقش مهمی در تاریخ منطقه ایفا کردند. ازبک ها از تبار اقوام ترک تباری هستند که در دوره‌های مختلف تاریخی، به ویژه زمان امپراتوری تیموری و سپس در دوره شیبانیان، به شمال افغانستان کوچیدند. نام آنها از ابوالخیرخان ازبک، رهبر قبیله ترک تبار در سده 15 گرفته شده که بعدها اتحادیه‌ای از اقوام ترک را شکل دادند. اما در افغانستان حضور پررنگ ازبک ها بیشتر از دوره امپراتوری شیبانی و ازبک های خوارزم آغاز می شود. آنها نه تنها جنگاورانی نیرومند بودند، بلکه در اداره و سیاست نیز نقش ایفا کردند. ازبک ها در دوران معاصر، به ویژه در جریان جهاد علیه شوروی و پس از آن، از طریق چهره‌هایی مثل ژنرال عبدالرشید دوستم وارد عرصه سیاسی افغانستان شدند. آنها نه فقط به عنوان نیروی نظامی، بلکه به عنوان جامعه‌ای فعال در تجارت، کشاورزی و فرهنگ شناخته می‌شوند. ازبک ها مردم میهمان نواز با زبان ترکی ازبیکی هستند، زبانی که با لهجه خاص افغانستانی آن هنوز در روستاها و شهرهای شمال کشور طنین انداز است. فرهنگ ازبیکی با موسیقی، رقص و لباسهای رنگی و غذاهای مخصوص بخشی جدایی ناپذیری از تنوع فرهنگی افغانستان است. ازبک ها بیشتر از همه اقوام با تاجیک ها روابط و اشتراکات فرهنگی نزدیک دارند. ازبک ها فقط یک قوم نیستند، آنها حافظ بخشی از تاریخ دیرینه و چند لایه افغانستانند. نظر شما چیست؟